اگه عمیق‌تر به کائنات توجه کنیم، نظم و آهنگ فوق‌العاده‌ای رو از ریزترین اجسام تا خورشید عالمتاب می‌بینیم. تمام اجسام با اندازه‌های مختلف در مسیر و با سرعتی که بهشون فرمان داده شده با یک توازن خاص و حساس در حرکتن. فکرشو بکنین، اگه ماه قدری بزرگتر بود از مدار زمین و اگه زمین قدری بزرگتر بود از مدار خورشید خارج میشد. یا اگه به عنوان بیفایده بودن یک مار رو از بین ببریم، اطرافمون پر از موش شده، توازن لازم به هم میریزه. معادلات بیولوژیک، اکولوژیک، فیزیک و پزشکی، حتی معادلات روانی و اجتماعی به همین اندازه حساسن. در نتیجه چنین وضعیتی به ما نشون میده که همه چیز در جای خاص خودش قرار گرفته و تحت فرمان و اراده پروردگار اداره میشه. امکان نداره رفتار و حرکت مخلوقات خارج از کنترل و اراده پروردگار بزرگ باشه. ولی انسان به عنوان یک استثناء و با توجه به اراده ناچیزش میتونه در این توازن تأثیر جزئی داشته باشه، خصوصا در زمینه حق و حقوقی که بین خودشون وجود داره. گاهی دچار اشتباه میشیم و شاخه‌ای رو که بر روی اون نشستیم از بن میبریم. همیشه یک راه برگشت و یک در توبه تا هنگام مرگ بر روی ما بازه و منتظر ماست. در این راهی که از مو نازکتر و از شمشیر برنده تره، یک تأثیر جزئی میتونه به صورت کلیدی در اسرار رو به رومون باز کنه. برای درک بهتر تماشا کنیم. این داستان حق. موضوع اینه فاطمه خانم، میخوام پسر بزرگم سوات و سر سامون انشالله به سلامتی. اگه خدا کمک میکنه اگه وقتش رسیده. پرنده خانم شما پرنده نمیخوان؟ برو همون جا، برو پی کارت، مزاحم مشتریا نشو. چقدر باید با شما سر کله بزنیم؟ برو پرنده تو جای دیگه بفروش. برو دیگه. باشه همین الان میرم. میگی میرم و باز واسطی؟ زود باش دیگه. برو پرنده تو جای دیگه بفروش. امان از دست اینا. پرنده میفروشم، کسی نمیخواد. پرنده میفروشم، پرنده کسی نمیخواد. برو دیگه، بلای جونم شدی؟ حقمو بده آقا مدحت، حقمو بده. من بده این ندارم. عجب بچه سمجی هستی، گیر داری که حقمو بده؟ همونی که بهت دادم برات کافیه. ولی این پول کمه، همونی که بهم قول دادی بده. باور کن گناه تا عصر کار کردم. برو پسر، وگرنه همونم ازت میگیرم. صبح تا عصر کار کردم، میدونی که مزدم چقدره، پس چرا حقمو بهم نمیدی؟ بس کن بچه، چقه بزن به چاک ببینم. جانو سلام. چی شده مدحت؟ بی خیال بابا، بی خیال. بریم تو. مدحت کار خوبی نکردی، باید حق اون بچه رو میدادی. جدا؟ ادامه بدی دیگه هیچ کی پیشت کار نمیکنه. پول واسه آدم شخصیت نمیاره. من کارگر لازم ندارم، پول لازم دارم پسر. زمانه پوله. پول داشته باشی درستی، نداشته باشی نه مدحت نه، کار خوبی نمی کنی. حق رو ادا کن. تو هم گیر دادی به این حق. یعنی چی؟ چیزی به اسم حق وجود نداره. هرچی بیشتر زرنگ باشی وضعت بهتره. بلند کن جلال، واسه بالا سرم یه چیز به هم میبافی. باید حق اون بچه رو بهش میده. خیال بابا، من که اون بچه رو دیگه نمیبینم. از کجا معلوم؟ خب اون را پیکارش، منم سرم تو کار. بابا دلم گرفت. اونجا دم پستخونه یه قهوه خونه هست، ببریم اونجا یه چایی بخوریم. نه باید برم یه جا کار دارم. تو هم بی خودی مغازت رو ول نکن. رفیق من تو پستخونه کار دارم، وگرنه مغازمو ول نمی‌کردم. همین که اونجا کارم تموم شد بریم یه چایی می‌خوریم و زود برمیگردیم. تو میخوای برو. نمیشه، من نمیذارم بری. دوست زمان بچگیمو اومده پیشم خوش خوری، نمیشه که یه چایی مهمونش نکنه. بریم بابا. باش. پرنده میخواین آقا؟ این فروشی؟ نه آقا. کارم تو پستخونه تموم شد ولی دیر کردم، معذرت. حالا بیا زودتر بریم اونجایی که میگی. باشه بریم. فقط بجو، میخوام به نماز جماعت برسم. سر نماز خون. بخون عوض منم بخون. مدحت شوخی کردم، فوراً به خودت نگی بریم. سلیمان
چی شده پسرم؟ من عاشق اینجام، هواش عالیه، چایش حرف نداره، ما دوستان مرتب میایم اینجا. سلام آقا مدحت. سلام. بپر برو 2 تا چای واسه ما بردار. چشم آقا. خدا برکت بده. واکس میزنم، واکس میزنم، واکس میزنم. برو جای دیگه، ما واکس پاکس نمیخوایم. خواستم یه چیزی بگم پسرم. این کیف پول پیدا کردم. یه بیچاره گمش کرده. میشه یه نگاه بهش بندازین؟ شاید مال شما باشه. عمو جون اگه پول زیادی باشه مال منه. زشته مدحت، ببینین آقا چقدر درست کاره. خدا ازتون راضی باشه عمو جون، کیف پول مال ما نیست، بهتره ببریم بدینش به پلیس. درسته پسرم، ولی میترسم بعدم تو کلانتری بهم شک بکنم. انشالله صاحبش پیدا میشه بهش میدم. شاید مال آدم محتاجی باشه. توش ببین، شاید شماره تلفن چیزی باشه. من توش نگاه نمیکنم، میترسم خدای نکرده شیطون آدمو گول بزنه. درست نیست که آدم حق کسی رو بخوره. فعلا دست من باشه، اگه صاحبش اومد بهش میدم، اگه نیاد بازش میکنم، شاید از روی کارت شناسایی پیداش کنم. اگرم نشد میبرم میدم پلیس. چه کنم؟ اگه کسی رو دیدین که کیف پولش گم کرده بهش بگین. من همین پایین تو پارک هستم. واکس میزنم. واقعا که احمق. شاید پولی که تو کیفه خرج یه سالشه. اون پول حرومه مدحت. باشه بریم دیگه، وقت اذان است. چیه؟ میترسی جماعت از دست بدی؟ سمی اسلام ما رو بردی بیا. ناراحت نباش پسرم، یه کار دیگه پیدا میکنی. حالا غذاتو بخور. میل ندارم. مگه من میذارم؟ باید یه کمی بخوری، به خاطر منم شده بخور. اگه پدرت زنده بود به این روز نمیافتادیم. نمیدونی چقدر وضعمون خوب بود، هر چی میخواستیم داشتیم. یه کار تازه پیدا میکنم مادر. میدونم پسرم، حتما خدا یه در دیگر رو باز میکنه. کافیه تو ناامید نشی. راستی چرا بیرونت کرد؟ مگه بهش چی گفتی؟ من فقط حقمو خواستم مادر. خدا رو شکر یه جوری کنار. جوونا کیفمو اینجا گم کردم، شماها ندیدی؟ تمام پولم توش بود. حالا چی کار کنم؟ برم کلانتری؟ ای خدا، بیچاره شدم. تمام پولم توش بود، ماها داشتم جمع میکردم. حالا چی کار کنم؟ بیا عمو جان، بیا میبرمت پیش کیفت. بیا عمو جان، کیف دست این آقاست. آقا مثل این که کیف پول من دست شماست. من کیف پولم رو گم کردم. من شما را از یه جایی میشناسم. شما اوساموراد. بله آقا ویسل، منم اوساموراد. همون اوسامورادی که یه روز برفی زمستون حقش ندادی و گشنه و تشنه بیرونش کردی. ببین به چه روزی افتادی. مگه تو یه زمانی مثل قارون پولدار نبودی؟ مگه صاحب مغازه ها و حمومای عمومی نبودی؟ چی شد که به این روز افتادی؟ همه را از دست دادم اوساموراد. خونه، زندگی، خانواده، همه چی. ما جریان چیه رفیق؟ عمو جان شما این آقا رو میشناسی؟ عجیبه ها، تو استانبول این همه آدم هست کیف پولتون رو اوساموراد پیدا کرده. صاحب کیف پول کیه؟ همونی که سالا پیش بیرونش کرده. ای خدای مهربان، آدم ها رو چطور به هم میرسونی؟ من بهت گفتم حقمو بده، ندادی. با بدرفتاری بیرونم کردی. اون موقع به پولت میبالیدی. یه کارگر بیچاره جلوت ارزشی نداشت. بهت گفتم خدا ازت حساب پس میگیره، گوش نکردی. حالا آقا ویسل ببین، حق زحمتی که برات کشیدم چطور از توی این همه آدم گذاشت و به من رسید. بگیر. درسته که این پول با پای خودش اومده پیش من، ولی مال من نیست، مال توه. متوجه نشدم. یعنی این کیف پول مال شماست؟ مال منه.
عجیبه، فکرم به هم ریخت. تو کیف پولتو گم کردی، اون وقت تو این همه آدم همون کسی که حقش خوردی پیداش کرده؟ من که حسابی قاطی کردم. بذار برات تعریف کنم. 25 سال پیش برای این آقا ویسل کار میکردم. تو بازار جنس میفروختیم، با هم خیلی پول در آوردیم، ولی اوستا ویسل چشمش سیر نشد، پول کارگراشو خورد، حق همه رو خورد. بعدش هم یه روز زمستونی منو انداخت کوچه، بیرونم کرد، پولم هم نداد. خدا اونی که حق بندشو میخوره دوست نداره. منو ببخش استاد مراد، ببخش، بگیر، این پول مال توه. خیلی دیر شد ولی این حق توه، مال توه. منم ببخش، معذرت میخوام. ما که کاره ای نیستیم، خدا ببخشه. کیف پولت هم بگیر، بازش هم نکردم، به پولت دست نزدم. تو به اون پول بیشتر احتیاج داری تا بفرما. خدا رو شکر، وضعم بد نیست، حقم و حلالت کردم. بارا که هم ازت میگیرم ها. صبح تا عصر کار کردم، میدونی که مزدم چقدره، پس چرا حقمو بهم نمیدی؟ بس کن بچه، چه حقی بزن به چشم ببینم. جلال، فکر کردم دیدم حق با توه. جریان امروز خیلی روم اثر گذاشت. چقدر شبیه زندگی منه. منم امروز صبح کاری رو کردم که اون بابا 25 سال پیش کرد. یه نفر که پیشم کار میکرد انداختم بیرون، حقشو بهش ندادم. دارم فکر میکنم چطور جبران کنم. برم در خونه سلیمان. تو با من میای؟ البته. بریم. بفرمایید، با کی کار داشتین؟ منو نشناختی زن داشت؟ من اوستای سلیمان هستم. بله بله. سلیمان خونه است؟ بله تو خونه است. با سلیمان یه کاری داشتم، میشه صداش کنی؟ سلیمان پسرم. آقا مدحت خیره، من کار بدی کردم؟ نه سلیمان، من امروز باید بد رفتاری کردم. زود باش زود باش. بگیر، این حق توه. بگیر خجالت نکش. منم حلال کن. حلالت کردم آقا مدحت، این چه حرفیه؟ بعد از اینم اگه مشکلی داشتی به خودم بگو. در ضمن میخوام فردا صبح سر کارت باشی، دیر نکنی ها. شبتون بخیر. شبتون بخیر. تو زندگیم هیچ وقت اینقدر خوشبخت نبودم. احساس سبکی میکنم، چقدر کور بودم. خدا رو شکر چشم باز شد. فهمیدم پول تو زندگی همه چیز نیست. ما عجب آدمایی هستیم، گاهی انقدر هرس میزنیم که حتی متوجه آدمای دور و بر خودمون هم نمیشیم. برای اینکه متوجه بشیم حتما باید یه همچین اتفاقای باور نکردنی بیفته، مثل اتفاقی که امروز شاهدش بودیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. برا منم میام. بریم. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا وقتی میدونیم که میلیون ها ستاره و میلیاردها سلول در این عالم با اراده پروردگار در یک مقیاس معین، مدار مشخص و سرنوشت معین در حرکتن و این توازن هرگز به هم نمیخوره، باید بفهمیم که همین اراده اجازه نمیده تا حقوق بندگانش پایمال بشه. پس همه چیز سر جای خودش قرار میگیره و حق احدی پایمال نمیشه. اگر همچنین اتفاقی بیفته در توبه به روی همه ما بازه و اگه به خودمون نیاییم خیلی زود در همین دنیا یا تو اون دنیا مکافاتش رو میبینیم. باز هم به پایان یکی دیگه از برنامه‌های کلید اسرار رسیدیم.
از این اتفاقات پر از رمز و راست تو زندگی خیلی از ما رخ میده، اتفاقاتی که میتونه دید هر کدوم از ما رو نسبت به زندگی بازتر بکنه. اگه چنین اتفاقاتی در زندگی شما یا آشنایانتون رخ داده، ماجرا رو برای این شبکه ارسال کنید تا در ساخت برنامه عبرت‌آموز شریک و سهیم باشید. حتی شما.